سردارم چی شد؟ جواب تشخیص چیست؟ کلتکیلس از خیر نه؟ رفته دستگیرش کنم؟ با این باور نمیکنم، اما تشخیص های کلتکیلس و احمد شمشک یک خیله بر اومدن. چی خیلی یک برموده است؟ این چی خیل می شود سردارم؟ کلتکیلس و احمد شمشک برادر دوگانیکند. استاد زر به یکدیگر دارد با خدا. استادی قهرمانم. بیا رویم سلین. اکنون پراکنده شوید. پراکنده شوید. سلین دلم شرید ایستاده است. بیا رفتیم. باوری دارید که خانه اوست؟ بله اکا، اما پلیس ها پاسبانی میکنند. پلیس گفتی؟ باز کدام شیطان از این کلتکیلس انتقام میگیرد؟ با فکرم پلیس های نظارتی هستند. با پلیس جنگ کردن نمیخواهم. دیگر خیلی حل میکنیم. سنایپرها رو در حال جغزن. فهمو سردار. استاد پروا نکنید، ما با معلم میجان چیز نمیگویم، یعنی از حال عاشقان با خبریم. بله استاد، از حال عاشقان با خبر. اینجا همه عاشق هستن استاد. پسرم کفایه، دیگر کار ندارید. پگاه درس است روید. شب بخیر استاد. شام بخیر. تو پگاه استادم. تا دیدار خدای استاد. توبه، شام بخیر گفته حالا هم در اینجا ایستادن. خیر استاد خیر. تا پگاه. واه با یک دیگر چه خیلی موافقند. البته استاد دین رو ببینید، استاد دین را. جواب مشت رو میدهی، باز ما میخوریم با تو. هر وقت که مشت خوردن خواهی بیا، من آمادم. میبینیم. باز کن باز جانجان میشه. میبینیم. صبحان تا پگاه شب بخیر. شب خوش. رفتیم از اینجا. آجینا آی باز تا بازید. شب خیر. از کجا پیدا شدن؟ این خیر امکان است. مگر من این رو نمیدونم؟ انیق این نقشه نوی کلتکیلس است. سردارم نتیجه لابراتوار برآمد، آنها دوگانیک بودن. آخر مایلش پسرم شد، آنها دوگانیکن، اما آنه که مرده است احمد شمشک از کلتکیلس زنده است. لوینت کلتکیلس زنده است پسرم، میفهمی؟ البته پسرم کلتکیلس زنده است، با جای برادرش بازی دارد. البته از امنیت جفشان دزدیده زنده ماند کلتکیلس بیشرف. یا خدایا. اینطور که باشد من تو را به خانه‌تان برم.
من دیگر اصلا با اون خانه بر نمیگردم. خانه من خانه توست. آخر ملیس احمد من در خانه تو بودن میخواهم. نزدی تو بودن میخواهم. ملیس با من بوده نمیتوانی. این درست نیست. چرا؟ من تنها زندگی میکنم. چخیل با من میمانی؟ چخیل نادرست است. چخیل مانده نمیتوانم. اگر کسی بیند چی میگوید؟ نکنی خیل قربانت شود. مردم چی میگویند؟ نابودی مردم. انیقترش زهرا چی میگوید؟ چخیل مردم هرچی میگفته است. ماشین رو دور من میفرایم. دور گفتم. ماشین رو دور میگویم. چیکار داری تو؟ ماشین رو دور با تو میگویم. محمد خواهش میکنم دور ماشین رو. من از تو خواهش کردم که اومده مرا نجات ده. چرا نجاتم دادی؟ ماشین رو دور میگویم. نمیفهمی. لطفا آرام شو. خانه من میرویم. در خانه من میستیم. من میهمون رو از خانه بیرون نمی کنم. این چخیل دختر است. ترسیدم راستی. میستی گربه آرام می نماید و یکی عصبی شده میستی پلنگ نعره زده تغییر می آباد. این دختر مرا ترساند به خدا. سردارم اما کلتکیلا تو چخیل دستگیر میکنیم ها؟ چخیل یعنی احمد شمشک نبودن را اثبات کردن غیر امکان است از جهت طبی. شما مقابل علم گپ زده استودین رفیق سردارم. تو دفشو با همین علمت بسواد جنایت کرد دستگیرش میکنم. مالش یک رفت تو جنایت نکنه چی؟ لوینت درباره کلتکیلا از گپ زده استودین. جنایت نکرده آرام میستد. مثل هوا در اطرافش میشوم. از چشمم دور نمیکنم. در بالای جنایتش دستگیر میکنم. شیر به ماشین میرویم. به خدا قسم همه بنزین حکومت ما بهوده مصرف کرده شد. اینقدر بسیار ملکی. اوف اوناله. تمام شدی سیو. برای من تمام شدی. زورا جان گفتی پروا ندارم و چی شد آخیر؟ من پروا ندارم سیلین. مگر ندیده ایستاده ای؟ البته. یعنی باور نمی کنی؟ همین خیر. نبی جانی من چی شده؟ این استو دیدین و اخلاقی ما احمد شمشک نیست؟ کی گفتی؟ احمد شمشک گفتی؟ بله. همین؟ حتی دوست داشته اپای میلیس است. پیشتر یک جای بودن. به خونه استاد احمد رفتن. یک لحظه. تو از کجا میدونی که پیشتر یک جای بودن؟ ما با رفیقانمون آنجا بودیم. یک لحظه. به خونهش رفت؟ بله. انیق است؟ درست فکر کن. خواهید دید شما. زهرا چی کار میکنی؟ زهرا با کجا میروی؟ آفرین به تو. ملیس قول که دیگر این خیل نمی کنی. قول میدیم احمد. ترسیدی که به من چیزی میشد ها؟ یا خدایا البته ترسیدم. من به تو خودم را بسیار بیچاره و غمگین حس کردم احمد. مرا از دل دور کنی یک نفس دیگر زندگی کردن نمیخواهم. ملیس جان دیوانه هستی اما من نمیخواهم که با تو چیزی شود آخر. اوف.
چه آماده است. انتظار فرمانت هستیم. تمام. با دقت باشید. این آدم با عزرائیل بازی دارد. پروا نکنید سردار. سلام جناب احمد. موافق عرضه پیشنهاد کرده اتون برای شما از امنیت محافظ داده شد. چی؟ محافظ گفتی؟ هدفدار زیر نشان است. تمام. کارش را تمام کن. اکنون فهمیدم. از پشت سقراط با امنیت رفتم محافظ خواسته بودم. من دیوانم مگر؟ آنها را از اینجا در حال گسیل کردن لازم، چون که با نزد خواهرم از او را رفتن نمیتوانم. تمام میفهمم اما وای لازم نشد دیگر، من خودم حل میکنم. سلامت باشد رحمت. این خیلی باشد به امنیت رفته بیانات نویسید. تا فرمان نه ما وظیفه همان را اجرا میکنیم. تمام جناب رحمت. تشکر زیاد. شب بخیر. شب بخیر. جانم چرا نخواستی که پلیس ها تو را محافظت کنند آخر؟ من خودم نزدیکانم را محافظت میکنم. اکنون دوباره حافظم برگشت. اکنون لازم نیست. اکنون به خانه امون میدرویم. به خانه امون؟ رفتیم. مرحمت. کلتا کلاس رو نپرانیده سنایپریز رو پراندند. کی پراند؟ کلتا کلاس را کی محافظت میکند؟ وای من لباسم رو عوض کنم. مایلش. جانم اینها رو باز درزمال کرده؟ شب پشت البته درزمال کردن رو دوست میدارم جانم، برای همین مثل که برای تو درزمال کردم. بسیار مهربان هستی. نمیشینیم مگر؟ عجب زیباست اگر مرا دوست داشتنش رو گوید، اما حاضر انیک زهرا رو فکر کرده ایستاده است. عجب و چیکار کنم؟ تکرارا حافظه‌اش را از دست میداد. با دختر صحبت کنم چی؟ یا اینکه به سرش به یگان چیز زنم؟ چرا این خیلی نگاه میکنی؟ چه خیلی نگاه دارم؟ یا خدایا به سرش زدنم رو فهمید چی میدونم. عجب نگاهی کردی. ای نه وای من حالا نمیدونم که چی طور نگاه کنم به تو. شرم دارم. من هم کمی پریشان فکر میکنم خستم. رفته دوش گیرم شاید به خدایا میشود. به من چی طور نگاه کردن رو حالا نمیدونسته است. چی خیلی نگاه کردم. ای جانم چه خیلی بستری تو زنم. دلم نمی شود. چی کار کنم عجبا. شرمنده ها در رو کشایید. میدانم در خانه هست. زود در رو کشایید میگویم.
چی کار میکنی اینجا؟ در اصل تو چی کار میکنی در اینجا شرمنده؟ این رو ببین باز با ته پوشک میگردد رسیل. با تو چی؟ با تو رابطه ای ندارد. دفشو دیوانه گم شو از اینجا. شدرزیا شما را شرمنده میکنم در نزد همه شرمنده ها لعنتی ها. گم شو گفتم. چی کار میکنی؟ دفشو از اینجا خیانت کار لعنتی. صدای چی است؟ گلدانی دوست داشته احمدم بود. آفرین. کدام گلدان را دوست می‌دارد میدانی؟ ولی شرم نمی‌کنی. آفرین. مرا گوش کن زهرا، اگر خواهی خودت را شرمنده نکنی رو از اینجا. دفشو رو. مرا گوش کن میلیس، مرا دیوانه نکن. زود بگو زیا در کجاست؟ اینجا زیا کس گفتنی نیست. همین خیل جان. همین خیل جانم. یا خدای توبه، اگر زیا را احمد گفته صدا کنی احمد میشود مگر؟ تو کی زنی با آرو با ناموس میشوی ها؟ تو خودت با کدام آرو ناموس داری منو دوست داشتم رو کوفته در اومدی ها؟ اینجا دری تو است؟ خوب که پشتی در نکردی. تو چی خیلی آدمی پسته هستی که از گم کردنی حافظه زیا استفاده برده او رو به خود کشیدی. من او رو همچون احمد شمشک شناختم. او رو همین خیلی دوست داشتم که با کسی دیگر نمیدیم. خدا مبارک گردانت جانم. آمین. با یک دیگرتون موافق هستید. بین هم با تو بر این آدمی پس من کاری ندارم. من نو فهمیدم تو رو. تو از رشک زیاد کفیده ایستاده ای. باور کن با جای تو بودن نمیخواهم. چرا رشک کنم؟ نمیدونم. به این هم زهرا؟ حیف بت دوملاسیا. شرم نکرده روی برایم باز با شب پوشک میبری ها؟ از برای خدا زهرا توف نکن، همش را میفهمونم. شرمنده چی رو میفهمونی؟ چی رو میفهمونی؟ همه چیز عیان است. شرمنده؟ زهرا چیزی که میبینی این طور نیست. من همش را با تو میفهمونم. هیچ چیز رو نفهمون. فهمیدی؟ حیف به تو. زهرا پسم نیا. این حال رو ببینه. یک تشکیلات کپ کلان کلتکلت رو محافظت دارد. باورم نمیآید. برای این باز محافظ دادند. آردن هم مداده نشد. آخه چی خیل نهایم زهرا ایستا. مگر این زهرا نیست؟ قسم میخورم همش را میفهمونم. زهرا التماس مرا گوش کن. در تنش پوشک در نظر میلیس چی رو میفهمونی دیگره؟ داملای ساخته، استادی ساخته، عاشقی ساخته، زندگیت هم ساخته است. یا خدا جزایت را دهد. زهرا التماس مرا گوش کن. من همش را با تو میفهمم. ما این رو از کی محافظت میکنیم؟ از زنها؟ یکی رو داخل در آورد با شب پوش از پس دیگرش برآمد. چرا محافظ نخواست فهما شد؟ خواهش میکنم فرصت ده. التماس مرا گوش کن. التماس مرا گوش کن. من همش را با تو میفهمم. گیر دستت رو. از پشت تو همسرم رو از دست دادم. تو باشی یک بار دو خواهر عروسی مرا از خود کرده. بی شرف بی ناموس. زهرا التماس مرا گوش کن. زهرا 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 استاد چی گپ است هجری؟ استاد یک سوال داشتم خوابم نبرد سرم رو درد گرفت. پسرم مگر نمیبینی احوالم خوب نیست؟ استاد
خودکشی در دینمان گناه بزرگ است کو. هجری من چی میگویم تو چی میگویی؟ یگان وقت دیگر پر سوالات رو احوالم رو نمیبینی؟ استاد من امروز سوال یکمم رو نمیپرسم، سوال دویمم رو میپرسم. حاضر استاد، یک آدم برای خودکشی برای کپروک براید خود را پرتاید، ولی در نصف پرتافتن در هوا پشیمان شود توبه کند. خدا توبه او را قبول میکند یا نه استاد؟ من چی میدونم پسرم، این بین خدا و بنده است، ما چیزی گفته نمیتوانیم. به من چی ها؟ یعنی برای خودکشیش با او گناه نمینویسند؟ هجری پسرم، یعنی شاید در چشم بنده ها خودکشی نماید، اما حقیقت و سیر و اسرار را تنها خدا میداند. شاید نزد خدا خودکشی حساب نشود. یعنی آدم در نصف راه رسید که پشیمان شد، آن بین خدا و بنده سیر است. یعنی استاد پشیمانی ندارد، عاقبت سود میگویند. این قاعده همه وقت به کار نمیرود هجری. چرا؟ چون که آدم خودکشی کرده از خود را پرتافته به کجا میرود؟ به پایان رفته میرود؟ همین خیلی. ولی در نصف راه پشیمان میشد. کار آمد یا نه؟ نکرد چون که گذشته رفت. فهمیدی چی میشود پسرم؟ پشیمان شدنی او را تنها خدا خودش میداند. برای همین خدا بخشنده و بزرگ است هجری. همش را به خدا حواله میکنیم، دیگر علاج نداریم. فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشد استاد جانم. از هممون راضی باشد هجری، از همم. کتابخانه هستی استاد، ماشاءالله. یا خدایا، این کودک این سوالها رو از کجا مییابد نمیفهمم، مرا دیوانه میکنه. میلیسا، از پشت تو به چه حال رسیدم ها؟ این شب پوش رو در حال کشیدن لازمه. حال این رو ببین. نه این خیلی نمیشد. با میلیس گپ زده او را باید از اینجا گسل کنم، وگرنه با زهرا دیگر ساز نمیگیریم. میلیس در کجا هستی؟ اینجایم جانم. خدایا توبه، از زهرا عصبیت کرد، رفته قهوه تیار کردم. میلیس از برای خدا چی خیل قهوه؟ گرفته نوش، بین چه خیل آروم میشوی، عصبیت رو آروم میکند. بگیر. به خدا بسیار آرام شدم. نوش جانت جانم. کاش با شب پشت نزد زهرا نمی برآمدم، دیگر هر چیزی که گویم مرا باور نمی کند. احمد، انیق فکرش در زهرا است، خیالی شده است. زهرا، من به تو چی کار میکنم؟ احمد، زهرا، حاضر تو رو با زهرایت. تو چیزی گفتی؟ من چیزی گفتم اگر؟ چیزی نگفتم. مثل که زهرا گفتی. نه این خیلی چیز نگفتم من. با من چی شده است؟ یا اینکه این دختر مرا مسخره میکنه؟ غیر از این چرا زهرا گویم که نامی او رو به زبان آوردن نمیخواهم؟ نگفتی. اگر زهرا میگفتی از این مسافه البته میشنیدم. البته. زهرا دخترم، به من نگاه کن. چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ بابا جو، زیا برای من مرده است. دخترم، وی بیشرف را پراندم، اما وی حریف کلتکیلاس نیست. مثل گربه نو جان دارد. نمیمیرد. جانم خیز جانم، صبحانه آماده شد. چه شد؟ من خواب میبینم اگر؟
خیز جانم که صبحانه اما خنک نشود. کلتکیلسی بشرف او در خانه گرم دلخوشی دارد. ما باشیم اینجا در ماشین خوابیم. باز با کی است؟ با میلیس. او کلتکیلسی بشرف دستگیرت میکنم. حتما دستگیرت میکنم. کیف و صفات را از بینیت کشیده میبرم. با جنایت دستگیرت میکنم. در روی جنایت خواهی دید. این چی گپ است؟ نیستی دوست دختر آمده در خانه من کتگی دارد. باز صبحانه آماده کرده است. ای دختر به تو میگویم کی میروی ها؟ تخم بریان با لذت شده است. مخکول شد جانکم. نوشی جان شود. دیگر هر سحر من برای تو صبحانه آماده میکنم جانک شیرینکی من. ببین باز هر سحر میگوید در است کاری بد نیست، ولی زهرا را از دست میدیم. خورده خورده هیچ سیر نمی کنم. شام به خانهشان رفتم. میریس با تپوش بود. زیا باشد با شپوش بود. چی؟ با شپوش؟ با شپوش. زورا جان بخشی ولی این کار تمام شده است. تو چی ها میگوی؟ یعنی چی گویم؟ آدم با شپوش بوده است. جانم لبای شام چی میخواهی که آماده کنم؟ این دختر در فکری رفتن نیست. یکی عادت نکنم با این دختر، یا اینکه الکی عادت کردم. چی بلا؟ کاری نکن خودت رو زحمت نده. از برای خدا چه خیلی زحمت. این وظیفه هر زن است. نه از راستی دلم چیزی نمیخواهد. میلش تو بازدید. فهمیدم. من اول به امنیت رفته این آدم ها را آزاد کنم، از پشت من آنجا خوابشون نبرن. بعداً به آفیس میرم. چی کار میکند این دیوانه؟ خوب شد که از این محافظان جانم خلاص شد. با زهرا هم اگر آشتی کنیم کارمون عالی جناب میشه. خب همکاران عزیز، صاحب مکتب ما محترم نجاتی میخواهد که صنف 12 ب را بسته طلبه ها رو به دیگر صنف ها تقسیم کنیم. فکر میکنم جای نافهمی ندارد. همتون میدونید این بیاداب ها آبروی نبوده مکتب را رزاندن. به خدا گوش کنید استاد، این طلبه ها 4 سال میشود که یک جای تحصیل کردن. ما با پدر و مادر آنها چی میگوییم؟ آنها چی فکر میکنن در این حالت؟ شما هم برای همه صنف یک امتحان ترتیب دهید، شاهد گذارید، نتیجه هایش را بیننده اعتراض نکنند. بین هم شما نمیخواهید که این صنف تقسیم شود. بله، گفته های جناب نجاتی را شنیدید. خواهش میکنم امروز تمام سوال ها را با وریانت هایشان پیشنهاد نمایید. اما نگفته نماند که مخصوصا سوال های مشکلی را انتخاب کنید. من یک چیز را نفهمیدم. ما امتحان ها را خطی میگیریم یا تستی میگیریم یا شفایی میگیریم؟ چه میگیریم امتحان ها را؟ مشکلی در این نیست. ما باید به پدر و مادر آنها فهمونیم این کار را. سوال ها حتما باید دشوار باشند.
ҷунайд инҳо чӣ мегӯянд? намедонам ба фикрам синфамонро тақсим карданиям. рафтем. ҳеҷ гап не хоҳар, кофист. кифоя. мушкиле нест. با اجازه شما. اینجا چی کار داری؟ با کدام رویت به اینجا آمدی؟ چیزی را نفهمیده گوش نکرده چرا خلاصه میبرونی؟ اول مرا گوش کن. شبپوشت رو کشیده ای کو؟ یا خدایا تو هم با شبپوشی من چسبیده. چی با شبپوش گردم مگر؟ حالا هم شرم نکرده باز شبپوش میگویی ها؟ من گفتم مگر؟ تو گفته ایستاده ای. من میگویم کارت نباشد. برآمده رفت. با تو گپ ندارم، نباشد محافظان را جیغ میزنم. یا خدایا. جیغ زن؟ فراموش کردی احمد شیمشک هستم، یعنی نامم احمد است. خواهی شناسنامه‌ام را نشان میدهم. جناب ببخشید ما حاضر واخری کاری داریم، نمیبینید مگر؟ من حاضر تو را چی میگوی؟ جناب بخشش میپرسم، باورم نمیآید. تو اینجا بیا، اینجا بیا، صحبت میکنیم. ساعته مرو. ای دختر خاطرم رو از دست دادم، چرا باور نمیکنی؟ باورت نمیکنم. خاطرت که آید پیش زهرا، خاطرت که رود پیش ملیس میروین، باور نمیکنم. مرا گوش کن، اگر تو خاطرت رو از دست داده باشی من بازیچه دستت نیستم. چی؟ خدایا بازی خاطره؟ بازی خاطره؟ بازی خاطره؟ تو ازت گذرانده ای دختر. من مردم گفته در راه رفته با کسی خاندار شدی. چقدر زود فراموش کردی مرا؟ نمی مردی جونم، مگر وقتی مردنت از من پرسیدی؟ بین این گپ ها را بین. چی گفتن میخوایی؟ من برای تو مردم بی وجدان. یعنی فکر کردت مردم؟ یعنی قتال مرده ها بودم؟ مرده هستی؟ جناب لطفا ما واخری داریم. بخشش جناب، ولی من کاری تجری دارم. برای همین با خانم زهرا 2 دقیقه باید گپ زنم. مرا ببخشید لطفا. بچه ها گوش کنید، یک خبری بعد. چی؟ دیرکتور با فکرم سینفامان رو تقسیم کرده نیست. چی؟ بله در اتاق معلمان وقتی که صحبت داشتن شنیدیم. چی خیلی؟ میخواهم با تو همه چیز را فهمونم اما تو گوش نمی کنی. چی رو میفهمونی؟ همه چیز عیان است. چی عیان است زهرا؟ این ملیس دیشب خودکشی میکرد. برای همین اونجا بودم، برای نجات دادن او رفتم. همش همین. خودکشی گفتی؟ بله. دیشب رسمی رومانتیکی گرفته اتون دروغ است مگر؟ چه صورت کدام رسمی رومانتیکی؟ چی ها میگویی تو؟ یک لحظه تو از کجا میدونی؟ در آنجا بودی؟ زیا همه شو با چشمونم دیدم. باز شرم نداشته چی خیل ملیس رو با مهر به آغوش گرفتی؟ با کدام مهر در آغوش گرفتم؟ برای نجات دادنش آغوش گرفتم. تمام؟ ای جانم تو روبین گود هستی مگر؟ وظیفه تو بود میگذاشتی یگان کسی دیگر نجات میداد. کی نجات میداد آخر؟ دختر برای من خودکشی میکرده. برای تو خودکشی میکرده است؟ کی میداند کی او را چی خیل فریب داده ای؟ این هم گپ شد. از برای خدا نکن. خاطرم را گم کرده بودم میگویم. دیگر خاطرم نگو. تمام. گوییم که همش رو برای نجات دادنش کردی. به خانه چرا بردی او رو؟ با شرم نکرده برایم با شبپوشک برآمد. یا خدایا زهرا شبپوش گفته. در نزد مردم شرمنده هم کردی. خاموش استاخر. شرمنده شب از این هم بدتر شب. زهرا از برای خدا کمی با عقلانه فکر کن. فکر کنم. با عقلانه فکر کنم. فکر نمی کنم. با تو گفتم میلیس رو چرا به خانه‌ات بردی؟ من با تو گفته ایستادم. دختر رو نجات دادم. به خانه‌ات رو گفتم نمیروم گفت. ترسیدم که باز دوباره همه کارا تکرار نکند. همش همین. برای همین به خانه بردم. برای تو اینقدر مهم است. محافظ. یا خدایا حالم. محافظ. از برای خدا نکن. از برای خدا کمی صبر کن. چرا گوش نمی‌کنی ها؟ یا آفرین. یعنی همین خیر. این آدم رو به بیرون برارید. نیست جناب لازم نیست. من خودم میبرایم. چه خیلی که خواهی.
اوف، کارم دشوار است. زهرا خفه شده است. نمیدونم چی کار کنم که اون مرا ببخشد. اوه، چه خیلی؟ این زنده بود است کو؟ در حقیقت زنده بوده ها؟ وای، نباشد من گپ رو درست نمیکنم. مقصدم رو میگویم. با امر خدا و قول پیغمبران خواهرت را به زنی گرفتن میخواهم. کلت رو دور نزنون. التماس ها، عاقبت کار به خیر باشد. یزن جانت بشوم اگر روزی شوی. حاضر یک کلت میزنم میموری به شرف. ببخشید جناب، من شما رو میشناسم مگر؟ شوخیت رو یک طرف بذار کلتکلاس. یعنی داملا زدلا. داملا بله بگو. تو هم خوشبخت باش، من هم با بیتول جان خوشبخت شویم. به ناموس من خواهرام رو به تو میدهم مگر؟ ببخشید جناب، من خواهر و برادر ندارم. معذرت میخوام، من باید روم. روز بخیر. چیکار نداری ها؟ داملا کاریم رو ببین. از نزد میلیس بر اومدن نزد زهرا آمد. کلتکیلس هستی، دستگیرت خواهم کرد. در بالای جنایتی میکردد. زیاد الله متهم زنده بود است ها؟ سمی، با کلتکیلس چی گپ زدی؟ اکا این کلتکیلس بود یا نبود من نفهمیدم. چی گپ است اینجا ها؟ کلتکیلس بود، کلتکیلس. اگر کلتکیلس می بود من از او خواهرش رو خواستم کو. انیق یک کلمه زد یا یک مشت ادر بیخی گوشی یا اینکه شتا. اما خواهر ندارم گفت. 100% او دوگانی که تو را فریب کرده سمی. اصلا سمی تو چه خیلی آدم هستی ها؟ پیسرم دویم یک پرابلم، یک درد داری. تو چه خیلی آدم هستی ها؟ اکرمال حاضر این دوگانی که خیر خدایا. همش برای همین بود میلیس. اکرم رو استفاده برده به خودت عاشق کردی. برای همین اکرم رو از من پنهان کردی ها؟ من به تو گفتنی بودم بیتول، اما به من چیزی نگو. به وجدانت بگو. به وجدانت، فهمو؟ صنفی ما رو میبندن. التماس یگان کار کنه. بچه ها شما چه ها میگوید؟ کی میبستن صنفی مرا ها؟ یا خدایا. بخیر است جناب دیرکتور. صنفی کی رو تقسیم میکردید شما؟ از کجا مییابید این فکرهای خام را؟ خودت رو دار احمد. این تنها قراری من نیست، این قراری تمامی استادان است. پگاه امتحان است. اگر این طلبه ها امتحان رو سپاریدن نتوانند به دیگر صنف ها میگذرانیم. همش همین. اعتراض نکنید. قرار هم همین خیل بی‌معنی میشد. خیر این قرار را یک طرف گذارید. این خیل امتحان میشد مگر اینش رو هم یک سو گذارید. نمیشد که روز امتحان را بر وقت معین میکردید. اگر صنف 12 ب باشد همین خیل میکنیم. دیگر راه نیست. هر چی میخواهید کنید. دشوارترین سوالهایتان را دهید. میبینید که به سوالهایتان چخیل آنها جواب میگویند.
ана дар ҳамон ҷузон аз саволҳое ки пагоҳ тақдири моро ҳал мекунад. бачаҳо равед, дарс тайёр карда тайёр шавед. устод дар як рӯз чӣ кор карда метавонем? чӣ коре карда тавонед кунед? мефаҳмед? шумо омода шавед чӣ қадаре метавонед ҷавоб диҳед. аммо устод охирин ғайриимкон аст. бале устод чӣ кор мекунем? бачаҳо шумо дарс тайёр кунед майлаш. поёни шаби сиёҳ сафед аст. мебинем чӣ мешавад. акнун равед. биёед меравем. равед. устод лабай. шумо дӯстдоштаи пешинаи апаи зуҳро ҳастед? зуҳро? ман дар хонаи зуҳро шайли зиндагӣ мекунам. хоҳари Сами Устурк ҳастам. ту хоҳари Сами ҳастӣ? бале. мешиносед ӯро? не ҷонам, аз куҷо мешиносам? вақтҳои охир маро бо як калтакелас монанд мекунанд. барои ҳамин дар якчанд суҳбатҳо номи ин Самиро он ҷо бисёр гирифтаанд ва фикрам аз он ҷо дар хотирам мондааст. набошад ман аз куҷо мешиносам? ё худо. ин хел бошад. рӯзҳои хуш. рӯзи хуш. ё худоё корро бубин. хоҳари Сами дар ин синф будааст. келас сенҷия худ ба худ ранги девоно гап задисти? хомӯш, дар куҷо будӣ? гашти мардумро чӯй кашида. хомӯш бош. суроғаи хонаи директор лозим аст. аз архив аз куҷо ки меёбӣ кофта ёб. ёфта ба ман дарҳол паёмак фирист майлаш. амродро ба ҷо меёрам келас қумандон. амалиётаям? амалиёт аст. тавба кардам. ха шавкатро. архиви инҷо дар куҷо бошад ку? субҳон вай барои имтиҳон якҷоя дарс тайёр мекунем? чӣ шуд, дарс тайёр кардан намехоҳӣ? не, яъне албатта ки мехоҳам, вале фаҳмидам. шумо бо малика якҷоя дарс тайёр мекунед. ин хел бошад хуб, ба шумо муваффақият мехоҳам. сенам ис ман хел гуфтан намехостам. ис як лаҳза чӣ хеле ки шунидам бо муштариҳо ҷанҷол кардаи раисат туро аз кор рондааст, яъне пеш кардааст. дуруст аст? ман барои ту бисёр ғамгин шудам. медонӣ ку падарам тарабхона дорад, коргар дар кор будааст, метавонад туро ба кор гирад. гурусна намемонӣ. гум шав аз ин ҷо. дафт шав ҳайвон. барои худат дари сар нахар. устод субҳон тарафи ман дод зад. чаро ту ин қадар бача кор пешниҳод кардам, ягон кори безеб накардам ку. шумо фақат маро гунаҳгор мекунед. рафта бо мелис гап занам аз ин ҷо равад аз ин ҷо. роҳи дигари бо зуҳро оштӣ кардан нест. кане рафтем. мелис гап задан лозим. хуш омадӣ аҳмад. хӯрок омода аст, биё. аз дохил бӯи хуш меояд. ин бӯи ош бошад ё бӯи ошпаз? аввал шикамро сер кунем, баъд гап мезанем. шумо? назди хонум Сенан омадам. ҷиғ мезанед ӯро. ай, Сена бисёр машғул аст. омада наметавонад. машғул аст? Не? ман гуфтанӣ будам ки рафта дар ягон кафе нишаста барои имтиҳони пагоҳ дарс тайёр кунем, вале машғул бошад мушкиле нест. рӯз бахайр. исто меоям.
ما این دختر رو پیش کردنیم، اما دسترخوان انداختن این دختر رو بینیدن. کاش حافظم بر نمیگشت و با این کیف و صفا کردن میگشتم. من چی کار میکنم؟ паго аз фани адабиёт аниқ устоди муҳаммадӣ дар бораи ишқу ошиқӣ мепурсад. боварӣ дорӣ? ман муаллим муҳаммадиро нағз мешиносам. ӯ мисли устод аҳмад бисёр одами романтикӣ аст. устод аҳмад ва романтика? ба фикри ман ӯ арӯсбоз аст. не, устод булҳавас нест. дар болои бом надидӣ дӯст доштаашро чӣ хел ба оғӯш гирифта? ба хотире ки духтар худашро напартояд, ӯро ба оғӯш гирифт. дар оғӯши ту мемирам, дар оғӯше ки... нафаҳмидам? яъне ман дар онҳо ишқи самимиро мебинам. инро бинад. ишқшинос ҳастӣ? аз куҷо фаҳмидӣ? аз чашмонашон. ба якдигар чӣ хел нигоҳ мекардан надидӣ? ҷонон, дар ин вақти шаб ба куҷо? машалло, хонум ба куҷо рафтанам ҳам кор дорам. чизи муҳиме нест. با کارهای مکتب یک رفته می آیم. وای، دیر نمی آیی؟ ساعتهای چند برمیگردی؟ ساعتش رو انه گفته نمی توانم. البته که دیر نمی آیم. وای، دیر نکن مایلش. به تو بسیار زیق می شوم. میلیس جان، با تو گپ زدنم لازم. گپ می زنیم عشقم؟ عشقم گفت؟ البته من اگر میلیس جان گویم دختر هم به من عشقم میگوید. هنگامی گپ زدن با دقت باش. خیر، تا بازدید. گپ نمی زنیم اصل شیرینم؟ اوه شیرینم. بعدا صحبت میکنیم شیرینم. من چی گفته ایستادم؟ او این خیل گفت، من هم زبانم پیچیده گفتم. با خدا زهرا اگر شنود مرا میکشد. شیرینم گفت. این میلیس خونی شیطان دارد مگر من نمیفهمم. دختر رو گفته نمیتوانم که از خانه برآمده رو. اما خوراکهایش با لذت. از کجا یاد گرفته باشد این خیل خوراک پذیرا؟ خیر، یکون خیل کرده حل میکنیم. اول از خانه جناب دیرکتر جواب آن سوال ها را گیریم، بعدا این کار را دیرتر حل میکنیم. شеф, комиссар инсон доимо аз пасаш аст, раҳояш намекунад, вале дастгираш ҳам намекунад. Мисле ки аз паси калтакласнию аз дур муҳофизат мекунад. чиҳо мегӯӣ дӯстам? онал калтакеласро чаро? чӣ хел муҳофизат мекунад? ман ҳам нафаҳмидам сардор. ин калтакелас чӣ хел одам бошад? дар як вақт дӯстонаш душман, душманҳояш дӯст мешаванд. аз пасаш як қатор душманаш аст, аммо ягон дуаш коре намекунад. ва мисли ҷодугарон чашмони душманонашро бастааст. мегӯям шикорчии моро онал накушта бошад. намедонам сардор, ягон далел нест. калтакеласро ки муҳофизат мекунад? аз пушташ киҳо ҳаст? ҳамаашро омӯзед. фаҳмо сардор. دیرکتر، خودت کی هستی که صنفی مرا تقسیم میکنیم؟ حاضر من به تو نشان میدیم. انا سر شد. من میدونستم نهایت جنایت کردنت رو میدونستم. این بیشرف چی میدوزیده باشد؟ چیزی میدوزد دوست داخلی؟ اوی بیشرف، اما نهایت در بالای جنایت کردن دستگیرت میکنم. دیگر هیچ چیز فایدت نمیکند. اگر خوی احمد شمشیر خواهی کتکیله است، با کدام شناسنامه که نباشید تو را به محبس میپردایم. ассалому алайкум устод, як савол дорам. ҳиҷрӣ?
استاد حضرت عزرائیل علیه السلام در یک وقت جان چند آدم رو چه خیل میگیرد استاد؟ هجری این چه خیل سوال است؟ از پشت سواری تو قریب بود که حضرت عزرائیل جان مرا نیز بگیرد. توبه گوید استاد، این چه خیل گپ است؟ اگر شما مورد من سوالهایم را از کی میپرسم استاد؟ پسرم استاد میگویی اما در فکر سوالهای خودت هستی. چی گپ است؟ اینش باز که باشد؟ نفهمیدم استاد. یگان وقتی دیگر میفهمی هجری. به این هم حاضر وقتی فهمیدن نیست. بعداً میفهمی. شب بخیر هجری. استاد جوابی سوالم را ندادید. میگویم که حضرت عزرائیل علیه السلام در یک وقت جان چند نفر رو چخیل میگیرد، این رو گوید؟ هجری بین انسان ها در یک وقت یک چند کار کردن نمیتوانند، اما ملائکه ها در یک وقت یک چند کار را انجام داده میتوانند. یعنی حضرت عزرائیل گفتنی ملائکه داریم. اجل کسی رسیده باشد برابر جان یک چند تاش را میتواند گیرد. ملائکه ها مثل انسان ها عاجز نیست. خدا به آنها موافق وظیفه‌شان قابلیت داده است. استاد خدا از شما راضی باشد، زور جواب دادید ماشاءالله. سوال دومم رو پرسم استاد؟ ای پسرم نمیبینی مگر کار دارم؟ استاد من سوالم را میدهم شما کارتان رو کردن. پسرم تو گرنگ هستی. نمیشود بعداً میپرسی. استاد به خدا که کوتاه است، در حال میپرسم. نمیشود میگم هجری. من میبرایم تو سوالات رو بعداً میپرسی. مایلش استاد بعداً میپرسم. کمتر دیگر سرم رو گرم کند. تسلیم شب کاتاکلاس. یک لحظه بینی خوب به مسکه در اومدن من از جان ایرم من پلیسم. اینجا جنایتکار در اومدن. اجازت نامه کفت کب داره؟ چی خیلی اجازت نامه؟ میگویم جنایتکار در اومدن. بخشیش ولی در آورده نمیتونم شما رو پلیس چک میزنم. مایلش برادر مایلش. نقاب داری یکون چیز داری بیار زودتر باش. یک لحظه یک نمون داشتیم. این کمی کلان است ولی میشود.
کجا هستی به شرف؟ سلام، چی خیل هستی؟ خوبم، تو چی؟ خوبم. از این دلگیر شدم. نقاب‌هایمان رو عوض نمی‌کنی؟ نه میشود، من هم از این دلگیر شدم روسی. شوام یک سویس یک سو شوام. بیشرف کنی اینجا بیا بیشرف اینجا بیا. براری را برار. تو کی هستی ها؟ من هستم، تو کیستی؟ این نقاب راست که گرفتی؟ از آدمی که با اون نقابم رو دادم. نقابت چی بود؟ آدم ترسونک. آدم ترسونک؟ خس یک سو ایستا. چی در بین راه نشسته؟ یک سو ایستا. در کجا هستین بیشرف؟ در کجاست؟ شده شما برقصید. بخشش میپرسم. اوی بیشرف راه کشوید. کجا یک تلویزده.